سلام بچه ها، امروز دوئل داریم با پلیر نوب. از تایتل ویدیو دیگه باید ببینین و دیگه ویدیو ساب کنین. چنلم همینطور گفتم ویدیو رو ساب کنین، ویدیو رو لایک کنین، چنلم همینطور خوابین نگاش کنین فقط یه رو. من این HPRش رو بردارم ببینم چطوره. اینجا رو نگاه، خشاب داره، زیادی حرف نمیزنم، خودتون ویدیو رو ببینید. بچه این خیلی میکمپید و میدیدیم که یه بار اینجا میکمپید و اونجا میکمپید. اینجا من دیگه جاشو فهمیدم و زدمش و دیگه دوباره رفت یه جایی بکمپه. اینجا خیپ من عجیب بود که نخورد و منو زد و میتونستم نوکش کنم. اسنایپ خودم برداشتم کم باش بازی کنه. اونجا رو در نظر گرفته. هنوز نمیفهمه من کجا و خواستم فینیشرشو بگیرم، دید منو صدا پا گرفت. اینجا نیست، خواستم اسپان ترپ شکه نشد. دوباره من HPRشو برداشتم. HPRش دستم خوب گرم کرده بود. بعضی جامعه اینه که الان گان کشید و اینا. من بچه ویدیو رو کات کردم و بهترین گانه که تونستم کشید. من فینیشرشو بگیرم و اینجا که AFK ما اینا دیگه. اینجا بچه میبینه که دیگه کلا دیگه میخواد لفت رو برقرار کنه و بره و دیگه اینجا هم آخرای بازی و لفت هم داد و اینجا میبینیم که چند تا چیز بگه. من گفتم ویدیو تو یوتیوب شهر وقت شد. بچه ها مرسی که تا آخر ویدیو دیدین. تا ویدیو بعدی خدافظ.